یک روز تو شهر میشوی دهی من آزاده چوبر. بیش از همه سرجمی مردم درگ شریف باعث گردید که سازندگی و آبادکاری رشد یابد. با عزم و تلاش مردمی بارد حفظ شناوری در اولین بار در تاریخ دهه ما بنیاد گردیده ایستاده است که استعداد شناوری رو من بعد رشد داده، اون ناتوانی شناوری هزار ساله رو از میان میبرد و رحمت به جوانان و همین مردمی که دستگیری کرده ایستادند. درگ شریف مکان علم و عرفان نوری تو رسد بدوری های کیف. من همچون رئیس محل همین دیار مندوری خودم رو و هم شخصیت های تشبسکار جوانانی که ما رو دستگیری میکنند و همین مردم دیار که مدت 4 ماه 5 ماه تمام کارهای آبادی دیار با ما هستند مندوری خودم رو میرسانم. در خاک تو خفتند مردان